دستگاه تورنیکت مدل RTQ 310 که برای عملهای نوروسرجری و ارتوپدی استفاده میشه، طراحی و تولید شرکت آنهوماست و کاربری بسیار ساده‌ای داره. قسمت کنار یه دکمه داره که در واقع دستگاه رو روشن میکنه. نمایشگر در واقع فشار و زمان رو نشون میده که در واقع الان نشون میده که سلکتمون روی مود 1 هست. دستگاه مود سینگل دوال داره که میتونه یک کاف رو باد کنه یا میتونه یک کاف رو باد کنه، بعد از مدت زمانی کاف دوم به مجموعه اضافه بشه و با این دکمه عمل دیگه روی یک عضو دیگه بعد از مدت زمانی در واقع شروع به اجرا کنه. یه مود دیگه داره، مود بوز هست که هر دو پورت رو با یک زمان مشخص استارت میکنه و فشار رو روی هر دو پورت در واقع اعمال میکنه. یه مود دیگه هم هست که مود بیرز بلاک برای کافهای بیرز بلاک که میتونه در واقع پورت ها رو بعد از 25 دقیقه چنج کنه و اون آسیبی که ممکنه احتمالاً به بافت وارد بشه رو جلوش رو بگیره. مود بیرز بلاک به کاف های دوبل وصل میشه که بعد از هر 25 دقیقه یه بار بین کاف ها فشار رو در واقع تعویض میکنه. یه دکمه اینجا داره، دکمه سایلنت، که اگر هر وقت که دستگاه هشدار صوتی داد این رو بزنن دستگاه به مدت 80 ثانیه در واقع سایلنت میشه. دکمه تخلیه هست که اگر 5 ثانیه در واقع این رو فشار بدیم دستگاه شروع میکنه به تخلیه کامل. و در مود بیرز بلاک عملکردش به این صورته که لحظه که این دکمه فشار داده میشه تخلیه میشه و وقتی رها میشه مجددا باد میشه. ولی در حالت کلی با فشردن این دکمه در واقع کاف ها تخلیه میشن به صورت کامل. پس باید در موقع استفاده از این دکمه خیلی هوشیارانه عمل کنیم. دکمه اسلیپ هست که اگر بخوایم این دستگاه رو در حالت استندبای نگه داریم دکمه رو بزنیم دستگاه حالت استندبای قرار میگیره ولی خب هنوز روشن. اینجا در واقع نشانگر باتری هست که اگر در واقع باتریش تخلیه بشه قرمز رنگ میشه و اگر خیلی به صورت شدیدی باتری تخلیه بشه به صورت چشمک زن و هشدار صوتی هست. دستگاه در صورتی که به برق متصل بشه این در واقع چراغ نمایشگر LEDش سبز رنگ میشه و نشون دهنده وجود برق شهری درون دستگاه است. کاربری دستگاه بسیار ساده است. کافیه که شما روی هر کدوم از این مودهای کاری که قرار دارید کاف‌ها رو به دستگاه متصل کنید و سلکتور رو بچرخونید. سلکتور روی هر فشاری که باشه در واقع موتور شروع میکنه به کار و فشار رو خودش تنظیم میکنه. مدت زمان کارکرد دستگاه هم اینجا نشون داده میشه. در صورت وجود نشتی مثل الانی که به کاف در واقع به پورت های دستگاه هیچ کافی متصل نیست چراغ نشتی در واقع روشن میشه. زمانی که عمل جراحی زیر 1 ساعت باشه نشانگر یا خاموشه یا سبز رنگه. در صورتی که از عمل جراحی حدود 1 ساعت بگذره تا 1 ساعت و نیم این نشانگر نارنجی میشه و بعد از 1 ساعت و نیم به بالا این نشانگر قرمز رنگ میشه و هشدار میده که در واقع عمل داره زیاد از حد طول میکشه. در کنار دستگاه برچسبی در واقع چسبونده شده که راهنمای راه اندازی سریع هست که با خوندن این مطالب میتونید سریع همین توضیحاتی که من خدمتتون عرض کردم رو مجددا مطالعه